قال يا قوم اتبعوا المرسلين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میخواستم امروز یک موضوع مهم را بیان بکنم که اکثر انسان ها را امروز فهم میکنند. یعنی امروز ما در اینترنت ها، در یوتیوب و در دیگه جاها میبینیم که مردم یک بازی تشکیل کردن، 10-20 ماشین میمونن، 1000 روبل سر میشود، بعضیش 1000، بعضی 2000، بعضی 3000 روبل میموند، 10,000 بلیت، 20,000، بعضیش تو 30,000 دیدیم که میمونن، یک بلیتش 1000 روبل مثلا. و همین خیل بازی میکنن. حکم همین در اسلام چی هست و حکم شخصانی که همین کار رو میکنن چی هسته؟ الحمدلله، یعنی این کاری که میکنن اینها این قمار هسته. الله سبحانه و تعالی این کار رو حرام گردانده است و خطاب ما برای همان کسانش است که خودشان را مسلمان میگویند. ما میگوییم که ای کسانی که خودتان را مسلمان میگویند، دست بکشین از همین کارهای حرام. اگر شما حقیقتا مسلمان باشین، هر وقتی که الله سبحانه و تعالی شما را خطاب کرد که از این کارهای بد دست بکشین، باید شما دست بکشین. یعنی معنای اسلام چی هست؟ تسلیم شدن بر الله در توحیدش و سرخم شدن در حکمش و بیزاری جستن از شرک و اهلش. هر کسی که خودش را مسلمان میگوید، پس باید از این کارهای حرام دست بکشد. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیات 90 و 91 فرمودند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله خطاب بکند که را کسانی رو که ایمان آوردند، یعنی مؤمن ها را، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، یعنی خطاب برای همه مسلمان ها. و درستی که خمر یعنی عرق و حکم عرق را ما بیان کردیم. و المیسر، یعنی میسر گفته یا قمار گفته. معنای قمار چی هست؟ معناش همین است که خیلی که وی ها مردم را میگوین، یعنی 1000 روبل بودی یا میبری یا بای میتی، یعنی یک 1000 روبل میتی در عوض یا میبری یا بای میتی. این همین قمار هست. این قمار چی است؟ یا میبری یا بای میتی. اما ریبا این مثلا 1000 روبل میتید، میگه 1100 روبل در جایش باز بگردان، یک ماه پس 1100 روبل، این ریبا میشود. اما قمار چی است؟ 1000 روبل میتی، 100 روبل میتی، یا میبری یا بای میتی. بریدی تمام حرام است، بای دادی حرام است، هر دوش حرام است. این همین قمار است. یعنی قمار چی است؟ بریدن یا بای دادن. الله چی گفت؟ ای کسانی که ایمان آوردین، انما الخمر والمیسر والانصاب، یعنی بت‌ها. انصاب گفته بت فروشی، عبادت بت‌ها را کردن، همه اینها حرام است. والازلام رجس، یعنی رجس است، کاری بدی هست، از عملی چی است؟ شیطان هست. فاجتنبوه، ای کسانی که ایمان آوردین دوری بجویین. فاجتنبوه لعلکم تفلحون، شاید که شما پرهیزگار شین، یعنی شاید که الله شما را ببخشه. آیت 91 چی میگوید الله سبحانه و تعالی؟ انما یرید الشیطان، یعنی شیطان چی میخواهد از مسلمان ها؟ شیطان چی میخواهد؟ ان یوقع بینکم العداوه، یعنی شیطان میخواهد که در بین شما عداوت، دشمنی و
والبغضاء و بدبینی در خمر و در میسر، یعنی هر وقت انسان خمر می نوشد و قمار بازی می کند چی می شود؟ در بین یکدیگر بدبینی و دشمنی می شود. کسانی که قمار بازی می کنند این خوب می دونند. بعضیش می خره 10-20 بلیت می خره، 50 بلیت می خره، بعضیش یگان چی نمی بره. چقدر غضبناک می شود، چقدر عصبی می شود. با همین کاری کردگی شاید همسرش، شاید فرزندوش اذیت می رساند. برای قمار است. می بری و بوی میتی. بعضیش 10 بلیت می خرد، بعضی خودش بیمار است، در شکم خودش نمی خرد، میره کار حرام را دست می زند. الله چی میگوید؟ و یصدکم عن ذکر الله، یعنی شیطان میخواهد شما را به همین عرق نوشی و قمار بازی کردن باز بدارد از ذکر الله و عن الصلاه و از نماز. یا انسان قمار بازی میکند، 20,000 روبل در مثلا خرید است چیزهای همین حرام را، یعنی در اصل ماشین حلال است اما کاری که است حرام هست. یا دیگه کس تلفن میمونه، تلفن حلال است، در راه حلال استفاده بردن، نه که در همین حالت حرام میشود، در راه حرام آوردگی است. الله درست عبادت نمیکند، در فقط فکرش در هم قمار است. تلفن میبرم، ماشین میبرم، خانه میبرم. یعنی به همین کارها شیطان میخواد شما را باز بدارد از ذکر الله و از نماز. فهل انتم منتهون؟ آیا شما بس نمیکنین از این کار؟ آیا شما بس نمیکنین از این کار؟ و اهل علم بیان میکنن که چقدر یعنی ضررهای همین قمار زیاد هسته، که خیلی ضررهای زیاد داره. یکمین ضرر قمار چی هست؟ انسان با کسب حلال دست نمیزنه دیگه، از راههای حرام، از راههایی که به کوشش زحمت چیکار میکند؟ پول میخواهد بیاورد. یکم ضررش هست. دوم اینکه چقدر خانه ها را و همین سبب قمار بازی کردن، کسانی قمار بازی میکنن سبب میشه که خانه ویرانی میشود. بعضی انسان ها خانه هاشون رو میگذارن، بعضی انسان ها ماشین هاشون رو میگذارن، تو حتی بعضی انسان ها ماشین دیدیم تو 20,000 دلار هم میگذارن تا که 22 برابرش کنن، خانه هاشون ویران میشوند. و سوم ضرر همین است که در بین انسان ها بدبینی میشود، بین زن و شوهر، بین فرزندها، بین دوست ها، بین پدر و مادر بدبینی پیدا می شود. چهارم چی است؟ از ذکر الله باز داشتن تو. قمار هم خیلی میکنه که الله ذکر نمیکنی، نه ذکر میکنی، نه عبادت میکنی. پنجم چی؟ انسان یعنی در کارهای بیکاری و در کارهای لهو و شوخی و بازی دیگه همه خیلی میرود. یعنی از ذکر الله دور شدن معنای همین تقریبا هر دوش یک است. ششم چقدر یعنی ظلم یا دزدی رخ میدهد. یک انسان مثلا 1000 دلار را بوی میته، میخواد بازی کنه، میره از یگان راههای حرام، یگان جو که اون کس میزنه، اون کس میدزده، پول میگیره میورد. هفتم چی است؟ انسان همیشه در حالت یک حال بد قرار دارد، یعنی همیشه در ضیقی هست، در فکر است. خلق گفته یعنی ذکر و فکر، همون یعنی ذکر فکرش همیشه در پریشانی. هفتم چی؟ پریشان. انسان همیشه پریشان هست، فکرش فقط در همون چه پول بیام، چه مثلا یک کار کنم، پول بیام برم قمار بازی کنم. و هشتم همین است که انسان چکار میکند؟ در کارهای حرام دست زنی چی میشود؟ یعنی در عرق نوشی، در زنا کردن، در کارهای بد دست زنیش یعنی دست میزند. این مختصر 8 ضررهایش که بسیاری مردم، کسانی که قمار بازی زیاد میکنند در همینا دیده میشود. ما انسان های را میدونیم که با سبب همین قمار بازیشون چیکار کردن؟ رفتن تلفن زدن، قپیدن ترمشون کردن، دزدی کردن، عرق نوش شدن. قطعی انسان های بچیدن خیلی ضررهای زیاد دارد. بعدا الله سبحانه و تعالی خیلی که در این سوره بیان کرد که
این خطاب برای مسلمان ها است. مؤمن ها، مؤمن حقیقی کسی است که هر وقتی که شنید کلام الله سمعا و طاعا گوش میکنه و اطاعت میکنه. این خطاب برای کس برای مؤمن های حقیقی. اما خیلی که ما میدونیم اکثر این انسان ها بعضیش فاسق ها هستند و بعضیش منافق ها هستند. چون در ظاهر اسلام میگن که منافق کی است؟ اظهار الاسلام و ابطال الکفر. اسلامش ظاهر میکند ماشاءالله بسم الله میگه، در اصل چی است؟ منافق هستند. میخوان بین مسلمان ها بدبینی و دشمنی پیدا کنند. و بعضیش کفاری که مشرک و کفار. اما خطاب با مسلمان هایی که خودشان را مسلمان میگویند، نماز میخوانند، از الله بترسین. راه های حلال زیاد هست. اگرچه کم فایده میکنین، اگرچه فایده کم هست، یعنی یک راه حلال کار کردن فایدهش کم هست، پس در هم راه حلال دست بزنید. در کار حلال برکت است. در کار حلال برکت است، در کار حرام برکت نیست. اگرچه قدر فایدهش زیاد باشد برکت ندارد. و بعدا انشاءالله حدیث را بیان میکنیم که وروى احمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. امام احمد ذکر میکند که از حدیث جابر بن عبد الله پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يدخل الجنة، داخل جنت نمیشود. لحم نبت من سحت النار اولی به، یعنی گوشتی که از راه حرام پل یافته است. یعنی معنیش جسدی که از راه، انسانی که از راه حرام پل یافته است، آتش دوزخ برای این گونه انسان ها را اولا هست، بهتر و خوبتر هست. یعنی اهل علم همین حدیث را چگونه تفسیر کردن که قال القاری فی المرقات السحت الحرام الشامل الربا و رشوه و غیره. یعنی کلمه سحت چی است؟ ربا، رشوه‌گیری و مانند همین ها. یعنی کدام نمود کاری حرام باشد، پیامبر چی گفت؟ این گونه جسدها داخل جنت نمیشوند. برای اینها آتش دوزخ اولاتر هست. بله اهل علم حدیث رو دو گونه تفسیر کردن. تفسیر یکم که کافرها هرگز داخل جنت نمیشوند. دوم اینکه این مسلمان هایی که مسلمان هستند در کارهای حرام دست دادن باید داخل دوزخ شوند تا اینکه جسدشون را تازه بکنند. خیلی ما گفتیم این خطاب برای مسلمان ها، کسانی که خودشون مسلمان میگویند. پس این رو بدونین که رسول الله شما را چی میگوید؟ از راه های حرام شما پول یافته‌اید و در بین مسلمان ها بدبینی و در خانه های مردم را شما ویران کردید. پس پیامبر شما را چی میگه؟ جسدهای شما برای دوزخ اولاتر هست. چند که الله بخواه میدرون عذاب میکشین، عذاب آتش رو. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الطعام يخالط بدنه وليمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له، فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار. یعنی طعام در وقت انسان طعام میخورد در بدن انسان یعنی عرلش میشود، میدروید و همون انسان از همون طعام قوت میگیرد، کلان میشود. شیخ میگوید که اگر طعام حرام باشد، طعام خبیث باشد، همین بدن خبیث است و برای این بدن آتش مستحق آتش دوزخ است. ولهذا قال النبي صلی الله علیه و سلم، برای همین میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم که کل جسد، هر یک جسدی که نبت من سحت، همون یعنی نبته گفته یعنی کلان می شود، یعنی بگیم کلان شدن میگیرد. کلمه نبته مثلا اگر در زراعت رو بگیری یعنی کلان شدن، که هر یک جسدی که بگیم یا از راه حرام کلان می شود، میخورد، بزبله می شود، فالنار اولا به، آتش دوزخ برای این اولا و بهتر هست. والجنة الطیب، جنت پاک است، لا يدخلها الا طیب، داخل جنت نمیشد مگر انسانی طیب. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردند که هر یک بدنی که از راه حرام میخورد، یعنی بدن کلان میشود، انسان کلان میشود، این بدن، این انسان آتش دوزخ برای این اولا هست. همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد پول این گونه انسان ها را اینقدر زحمت میکشد، اینقدر محنت میکند، اینقدر دروغ میگوید، اینقدر شیطانی میکند، پولهاشان حرام هستند.
مالهاشون حرام هستند، زن و فرزندانشون را از راه حرام سیر میکنند، میپوشانند، طعام و شراب میدهند. عن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله، به درستی که الله اذا حرم شیئا، هر وقت یک چیز را حرام کرد، حرم ثمنه، پس پولش را حرام کرده است. آیا خمر، عرق حرام است؟ حرام است. آیا قمار حرام است؟ 100% حرام است. پس پول اینها حرام است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرد در این حدیثی که در بالا گرفته مثلا، و آگاهی کرد که ای مسلمان ها، یعنی آگاه شوین، از راه های حرام نخرین، بلکه از راه های حلال، از تجارت های حلال شما چه کنین؟ طعام بخورین. و در یک حدیث صحیحی که در مسلم ذکر می شود، حدیث صحیح است، روى المسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، یعنی حدیث از ابو هریره ذکر می شود که رضی الله عنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ایها الناس، ای انسان ها. پیامبر خطاب میکند همه انسان ها را، ای انسان ها، ان الله طیب، و درستی که الله پاک است، لا یقبل الا طیبه، قبول نمیکند مگر پاکی رو. یک انسان مثلا دزدی میکند، صدقه میکند، فایده ندارد. یک انسان از راه قمار پول میآورد، صدقه میکند، فایده ندارد، این حرام هست. الله قبول نمیکند این چیزهای حرام، مالهای حرام رو. ان الله طیب لا یقبل الا طیب، با درستی که الله پاک هست، قبول نمیکند مگر پاکی رو. از راه حرام میگیره، بعضی عشق میکنه، بعضی میگیره دارو سودا میکنه، نارکوتیک، عرق، قمار، صدقه میکنن، یگان چیز میسازن، حج میروند، فایده ندارد، حرام هست اینها. برای تو والله گرم فایده ندارد. پیامبر چی گفت؟ ان الله طیب لا یقبل الا طیبا و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، و با درستی که الله امر کرد مسلمان ها را چگونه که امر کرد پیامبرهایش را. فقال یا ایها الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم. سوره مؤمنین آیه 51. الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ ای پیامبرها، بخورین از چیزهای پاک و عملهای صالح بکنین، و درستی که چی کاری که شما میکنین، چی عمل انجام میدهین، من علیم هستم و میدانم. و در سوره بقره الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورین از چیزهای پاک، از همون چیزهایی که برای شما رزق دادم. الله هم پیامبرها را و هم این مؤمنها را امر کرد که از راههای حلال بخورید. یعنی الله پیامبرها و مؤمنها را امر کرد که از راههای حلال بخورید. انسان از راه حرام میخورد، خیلی گفتیم جسدش در دوزخ میسوزد، در مالش برکت نیست، و دیگه ضرر چی است؟ دعاش قبول نمیشه. در باقی پیامبر چی گفت؟ ثم ذکر رجل یطیل السفر اشعث اغبر، یک مردی که از راه حرام پول میآورد، سفر میکند، برای حرام رفتن، از اینجا پول جمع میکنه، از اونجا پول جمع میکنه، راه حرام است. یعنی پول گرد و چنگ و خاک شدگی است، همش جزیره است. مسافر معلوم است که حالش بد میشود، یک از راه حرام پول جمع میکند. یمد یدیه الی السماء، دستاش از آسمان نبردارد، یا رب یا رب یا رب، ای پروردگاری من، ای پروردگاری من، میگه دعا میکند. و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له. الله سبحانه و تعالی در جواب چی میگوید؟ طعامش از راه حرام است و شرابش از راه حرام است و لباسش از راه حرام است، و همه همین چیزایی که ذکر کرد از راه حرام میخورد، غذا میکند، در حرام غوطی دست درآمد است. چگونه من را استجابت بکنم دعایش را؟ اهل علم از این حدیث بیان میکنند که شرط قبول دعا چی است؟ یک انسان میخواهد دعاش قبول شود، پس باید طعام حلال بخورد. از راه حلال هم طعام
هم شراب هم لباسش باشد. شما گمان میکنین که مردم رو فریب دارین، 1 میلیون 2 میلیون کار میکنین شما را فایده داره. والله که یگان درم شما را فایده ندارد و این پلی که شما میآیین برکت ندارد برکت ندارد هرگز. ما چقدر انسان ها را دیدیم که به همین راه های حرام کار میکردن، آخران کمبغل ترین آدم ها شدن. در آسیا ما زیاد دیدیم میگونه انسان ها را میبینی آخران در یک مغازین پیتیورکا، در یک مغازین مانیکا گروش کشیده. اعوذ بالله، همون کارشان در اونجا حرام است. دیگه راه نداره دیگه. من خود شخصیت من خودم چند کسا را خریدگی هستم کارهای حرام میکردن. برای چی؟ برای پول حرام برکت ندارد. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال جمع میکنی، یک پژر میشود، یک میسوزه، خانت میسوزه، همش میسوزن میروند. مسلمان حقیقی کوشش میکند که از راه حلال پول بیاورد، اگر چی پولش کم باشد. در پول کم از راه حلال برکت هست. برای قرما، برای مؤمن ها خطاب میکنیم: ای کسانی که شما خودتان مسلمان میگوین، از این کارهای بد دست بکشین، خانه های مسلمان ها را ویران نکنین. راه های حلال زیاد هستند. دعا بکنین، از الله طلب بکنین که برای شما رزق حلال نصیب بکنه. الله سبحانه و تعالی چی گفته؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که تقوا بکند، پرهیزگار بشود، و من یجعل له مخرج، از همه قینیا آسانش میکنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، رزقش رو از یک جای میرسونم که خودش انتظاری همان رزق نیست. و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس مسلمان حقیقی توکل به الله میکند و الله تو را حفظ میکند از همه بدیو. یعنی این است مسلمان حقیقی. اما با زبان گفتن عمل نکنی، این همانند منافقا که منافقا با زبانشون میگویند با دلشون قبول ندارن. آیات‌های قرآن رو ما بیان کردیم، حدیث ها رو بیان کردیم. از الله بترسین، از این کارهای بد دست بکشین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.